شیری بیدم. خرگوش مادر دو خرگوش بچه داشت. نام یکتاش گوش دراز و نام دیگری شیری بیدم. این نامها به خصلتشان موافق بودند. شیری بیدم جسور و ناترس و گوش دراز ترسانچک بود. روزی گوش دراز از دریاچه گذشتنی شد و به آب افتاد. اها، به دستم افتادی گوش دراز، گفت ماهی و دهانش را کلان گشود. گوش دراز تمام قوه‌اش را جمع کرد و جهید و به سوی خانه گریخت. بیچاره از ترس بیمار شد. خرگوش مادر از او دور نمی شد. ملینه چای می نوشاند. اما گوش دراز هیچ آرام نمی شد. همین که دهانی گشاده این ماهی به یادش آید، از ترس مویهایش سیخ می شد. خرگوش مادر بهترین طبیب جنگل دکتر قرقر را دعوت کرد. او گوش دراز را با دقت معاینه کرد. هیچ قصه نیه، گفت قرقر. پگاه یک تا تخمی سرخ به او دهید. همان را که خورد ترسش تماما گم می شود. ناترس و جسور می شود. قرقر. ای خدا جان، از کجا تخمی سرخ یابم؟ حیران شد خرگوش مادر. بچه، گفت شیری بیدم، من تخم سرخ را میابم. تنها بگو که از کی پرسم. به نزد مرغ رفت پسر جانم، تنها او میدهد. شیر بیدم به کافتن مرغ رفت. در صحرا او با خر واخورد. شاید همین مرغ باشد، فکر کرد او. ای مرغک، تخمت چند سم؟ پرسید شیر بیدم. من مرغ نه، من شیر در پوستی خر، جواب داد خر. مرغ در کجا باشد نمیدانی؟ در مرغخانه. بیرو به آن جایی که دم من اشاره دارد. شامگاهان خرگوشک به ده رسید. یک دروازه گشاده را دید و به آنجا درآمد. آنجا روباه بیل در دست در نزد مرغخانه چاه میکافت. چی کار کرده ایستاده ای؟ پرسید خرگوشک. آدمانی بدخواه دوگانه مرا اینجا محکم کرده ماندند. او را نجات دادنی میخواهم، گفت روباه عیار. چی خیل تو مهربان. نمیدونی مرغخانه در کجا، مرغ در کجا؟ پرسید شیر بیدم. انا آن خانه چه میده چه رو میبینی؟ انا هوای مرغخانه. به سوی سگخانه اشارت کرد روباه. شیر بیدم به خانه‌چه سگ سرخلاند و دید که برباس کیف کرده خواب است. تق تق صدا داد خرگوشک. برباس یک خیز زد و خرگوشک را داشته گرفت. وف، با تو کجپا چی لازم؟ مرغ جان، التماس به من یک دانه تخم ده. دادرکم کسل، گوش دراز، بیمار. وف، من مرغ نه. کنی گوی که کی تو را به نزد من فرستاد؟ روباهک عیار. آها، در کجا وی؟ کنی؟ در اونجا
دوگانش را آزاد کرده ایستاده است. آها، انا گپتر کجا؟ او پاییده پاییده به مرغخانه نزدیک شد و به روباه طرف داد. از مرغخانه مرغ دویده برآمد که از ترس درق درق می لرزید. تو نجات بخش من، سگی عزیز. اینی تو به خرگوش رحمت گوی. مرغ به نزد خرگوش آمد. تو اینجا چی کار میکنی؟ تخم را منتظرم. تخم مرحمت بگیر، گفت مرغ. این تخم سفید کو، با من سرخش لازم. مرغ کمی فکر کرد و گفت حاضر می آرم و دویده به پالیز رفت. مرغک برگشت و به خرگوشک شلغمچه سرخ را داد. این را بگیر، به دادرت بر، از نام منو برباس، بگذار شفا یابد. شیر بیدم به مرغ تشکر گفت و تیر برین به سوی خانهشان دوید. به خانه رسید و شلغمچه را به گوش دراز داد که آن را خورد و ببیند که احوالش چگونه می شود. گوش دراز شلغمچه را خورد و خود را خیلی خوب حس نمود. اکنون او خود را ناترس و جسور حس می کرد. خرگوش مادر حیران شد. اکنون تو را چی نام مانیم؟ تو جسور و ناترس هستی. من شیردل. خرگوش مادر تبسم کنان او را به آغوش کشید.